نه به جنگ جنایتکارانه رژیم‌های اسرائیل و ایران. زنده باد حق تعیین سرنوشت مردم به دست مردم. زنده باد انقلاب اجتماعی برای دستیابی به آزادی، صلح و برابری. این تحولات در میدان جنگ رو دنبال میکنیم همراه با بهروز فراهانی. بهروز، درود بر تو. سلام سعید جان، سلام بینندگان و شنوندگان برنامه ما در این شرایط بسیار دشوار. بهروز، دیروز یک مذاکراتی بود بین ترویکای اروپا با عراقچی و اونجا اعلام شد که نهایتش که قرار بعدا ادامه پیدا کنه و هم گفتن که چیزی نشده. چه خبر از آخرین تحولات؟ ببین، دیدی که وقتی که دولت ایران یا اصولا ادارات رسمیش یک بیانیه میدن یا یه اطلاعی میدن، با چی شروع میکنن؟ به نام خدا و این حرفا. بیانیه 3 کشور رو شما نگاه کنید، جمله اولش اینه که ما از حق اسرائیل در موجودیتش و دفاع از خودش سهم میگذاریم، بی قید و شرط دفاع میکنیم، فلان میکنیم. یعنی پاراگراف اول از گزارشی که وزرای امور خارجه اسرائیل، آلمان و انگلستان به همراه نماینده اتحادیه اروپا دادن، اولش اعلام چاکرمنشی به اسرائیل، پاراگراف اولش، و بعدش به نظر میاد که حتی پاشونو از ترامپ هم اونورتر دارن میذارن. یعنی گفتن که ما همه مسائل میخوایم بذاریم روی میز. اولا کسایی که تا دیروز از برجام دفاع میکردن و در چارچوب مذاکراتی که با امضای جمهوری اسلامی پای قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود و یه حد معینی رو برای غنیسازی به رسمیت میشناختن، اون رو به کلی رسوندن به صفر. کاملا رفتن زیر در واقع خطی که نتانیاهو اینا و ترامپ با هم دیگه طراحی کردن و بالاتر از اون مسئله موشک‌های بالستیک ایران رو هم گذاشتن روی میز. یعنی اینکه اروپای محترم اومدن گفتن در واقع ما مذاکره رو ادامه میدیم برای اینکه یه ایرانی رو که به هیچ وجه حق غنیسازی نداره، که خب منم باش موافقم که نباید داشته باشه، نه اینکه حقش رو بگیریم، ولی اصولا موضع خودمون رو قبلا سر این مسئله گفتیم. من که با هر نوع فعالیت هسته‌ای غیر نظامی مخالفم، اون یه بحث دیگه است. ولی گفتن که موشک‌های بالستیک ایران هم باید بیاد روی میز. یعنی اروپایی‌ها اومدن که نه فقط مسئله غنیسازی رو یک باره به نفع رادیکال ترین درخواستای نتانیاهو و باند فاشیستش در مقابل باند فاشیست خامنه‌ای به پیش ببرن، بلکه ایران رو هم، جمهوری اسلامی رو و اساساً خود کشور رو در مجموع خلع سلاح کنن. و این اتفاقی که الان افتاده در اثر ندانمکاری‌ها و اشتباهات فاجعه بار جمهوری اسلامی و ماجراجویی نظامی فلاکتبارش واقعاً که در تمام زمینه‌ها شکست خورده رو تبدیل به این بکنن که ایران بشه سوریه، یعنی هیچ قدرت دفاعی نظامی خودش نداشته باشه. و همونجوری که ترامپ با افتخار اعلام کرده، خیلی هم جالبه، آمریکا هنوز وارد جنگ نشده ها، ولی ترامپ میگه ما کنترل فضای هوایی ایران رو به دست آوردیم. تکنولوژی که ما در اختیار اسرائیل قرار دادیم باعث شده که کنترل فضایی ایران به دست ما بیفته و ما راحت اونجا میریم و میام. تو اروپایی‌ها اومدن اینجا به عنوان نوکرای سینه چاک اسرائیل و ترامپ، دارن میگن که خب این وضعیت باید دائمی بشه. یعنی اینکه فضای ایران باید کاملا بی‌دفاع باشه و اسرائیل هر کاری دلش میخواد بکنه و فردا هم هر کشور دیگه ای هم هر کاری خواست تو ایران بکنه بتونه بکنه. یعنی اروپایی ها یک نقش فاجعه باری رو دارن الان ایفا میکنن که البته تعجب هم نداره. مثلا من با دقت صحبت‌های وزیر امور خارجه فرانسه آقای بارو رو دنبال میکنم. خب ایشون اونجا با نماینده دیپلماسی اسرائیل حرف میزنه. یعنی وقتی که در پارلمان فرانسه ازش سوال میشه که آقا شما 17 دور تحریم کردید پوتین رو به خاطر تجاوز به اوکراین، چرا کوچکترین اقدامی برای نسل‌کشان غزه نمی‌کنید؟ از جانب فرانسه نافرمان و حزب کمونیست و اینا، به خصوص فرانسه نافرمانی سوالتر شده. اون برمیگرده میگه شما آنتیسمیت هستید.
یعنی از پوگروم یهودی کشی 7 اکتبر به این طرف شما نمایندگان در واقع حماس هستید. یک کلمه جواب نمیده و این آدم قبل از اینکه بره به این مذاکره اعلام کرده بود، خط رو داده بود که ما داریم میریم که کار رو تموم کنیم. یعنی واقعا اروپا در جلسه دیروز به عنوان نمایندگان تامل اختیار نتانیاهو برای زدن میخ به آخرین تابوت در دفاعی که ایران میتونه از خودش داشته باشه برده بود جلو. یعنی فاجعه باره، یک وضعیتی رو درست کردن که البته ما خب این تاثیر زیادی میذاره روی اون تصمیم که قرار است ترامپ همینجوری شورکنسیف کن داره میگه بذاره که ورود بکنه به طور رسمی، البته آمریکا که هست در جنگ، ولی به طور رسمی به جنگ و احتمالاً بمباران فوردو. ارزیابی چیه؟ ممکن یعنی روند به کدوم سمت؟ ببین ما همیشه سر این مسئله من میگفتم جنگ گسترده ایران تلفاتش برای آمریکایی‌ها زیاده، غیر جنگ به سبک عراق و اینا صورت نخواهد گرفت که بازم همون رو دارم میگم، به سبک عراق نیست، تبدیل به اون نمیشه به خاطر وسعت ایران، به خاطر مسائلی که وجود داره، بقایای قدرت نظامی هم که جمهوری اسلامی داره اجازه یک همچین کاری مثل عراق رو به راحتی نمیده و افکار عمومی آمریکا هم آماده نیست. ببینید همین الان که من داشتم میومدم آخرین همه پرسی آمریکایی‌ها رو در مورد این مسئله الان توی تلویزیون فرانسه اعلام کردن. 62% مردم آمریکا مخالف دخالت آمریکا در ایران هستند. مهمتر از اون 53% رای دهندگان ترامپی امریکا فرست اینها به اضافه همه اونایی که رای دادن مخالف دخالت آمریکا در این جنگ هستند. یعنی دستگاه تبلیغاتی اسرائیل، لابی اسرائیلی و جمهوری خواهی جنگ طلب از نوع لینزی گراهام و مارک ریبیو و تد کروز و اینا نتونستن جو حمایت از این جنگ رو توی آمریکا ایجاد بکنن. نکته که من همیشه روش دست گذاشتم که آمریکایی‌ها خسته شدن، به این راحتی نمیشه اینا رو قانع کرد. درسته که تبلیغات وسیعی که اینا میکنن معمولاً روی افکار عمومی رو تغییر میدن، ولی نگاه کن این امروز بوده، این یعنی آخرین چیزی که داده شده، اکثریت مردم آمریکا مخالفن، در صورتی که موقع جنگ عراق 90% مردم آمریکا موافق دخالت آمریکا بودن. شرایط فرق کرد. این نه سعید جان اطلاعاتم تموم نشد، اینا رو بدم بعد ادامه بدیم. یه در صبر کن. از طرف دیگه بیل کلینتون به عنوان یکی از شخصیت‌های آمریکا، دموکرات‌های آمریکا که خفه خونه مرگ گرفتن، اونم اومد و گفت که غلطه، نباید مداخله کرد و باید برگشت به مناسبات دیپلماتیک و غیر این حرفا یا یادآوری کرد. گفت بابا ما برجام رو برده بودیم اینجا، همه چی هم تحت کنترل بود، اینا زدن داغونش کردن. آقای اوباما هم به قول جورج ویل از کوه المپش اومد پایین و حمله کرد به تصمیمات فردی که ترامپ بخواد بگیره، به طور غیر مستقیم مخالفت خودش رو در واقع با این ایجاد کرد، ولی هیچ صراحتی نداد. همین اوبامایی که به جایزه سال نوبل دادن، اوبامایی که 8 ماه توی لیبی جنگید، اوبامایی که بیشترین ضربات غیر قانونی در پاکستان و افغانستان رو زده بود، اومد حرف زد، به ترامپ حمله کرد، ولی در مورد حادترین مسئله امروز نظر نداد. این نشون دهنده وضعیت. چیزی که خطرناکه، خبری که خطرناکه اینه که تولسی گابارد اینا امریکا فرستیا که تا پریروز میگه 17 تا آژانس آمریکایی گفتن که ایران قصد تولید سلاح هسته‌ای رو نداره، دیروز گفت که من نظر رئیس جمهور رو میپذیرم که ایران امکان این رو داره. یعنی اونم نشست روی اون گزارش 17 آژانس اطلاعاتی آمریکایی ها و این علامت خوبی نیست. یعنی این عقب نشینی، ضمن اینکه بازم مخالفت کرد. اینم باید نقل قولم متأخر ادامه بدم. گفت این حرف که ایران میتونه در از چند ماه اگر تصمیم بگیره، خیلی مهمه، این اگر ایران تصمیم بگیره در از چند ماه ممکنه بتونه بمب هسته‌ای ایجاد بکنه و من با نظر آقای ترامپ موافقم. در این حال گفت که طبق گزارش اینا این تصمیم رو ندارن. ولی این چرخش تولسی گابارد نشون میده که تو این آمریکا فرستیا یک لرزش ایجاد شده. اما من فکر میکنم این همه پرسی که دیروز در اومد دست اونایی رو که مخالف مداخله در ایران هستن رو قوی میکنه توی آمریکا.
اینی که سوالتو جواب بدم. حالا سوالتو جواب بدم. به نظر من ما هنوز نمیتونیم بگیم که این ترانک maybe may not به شاید بکنم شاید نکنم، این شاید بکنم شاید نکنم ادامه پیدا خواهد کرد. آره و از این زاویه منم میفهمم که اوضاع اینقدر پیچیده است که کسی نمیتونه پیش بینی بکنه. اصلا خوبم نیست پیش بینی کرد. ما تو همون رونده ها رو ببینیم. ببین این نظرسنجی ها به موقعش با اعمال نفوذهای خاصی گاهی منتشر میشه. البته بعضیشون هم دقت علمی دارن ولی با هدفهای خاصی منتشر میشه و گرایش‌های مختلف هم ازش بهره میگیرن. کاملا درست. بلا سر نفی جنگ هیچ صحبتی بهتر از صحبت‌های ترامپ نیست که جنگ جورج بوش پسر در عراق رو نفی میکرد، میگفت ما نمیستیم بریم. و اساسا این جنبش ماگا هم بر این اساسه که ما اول آمریکا به جنگ رو نمیندازیم، میخوام سربلندی آمریکا رو زنده بکنیم. این چیزا رو هم میگن. این که مذبذب هست کل سیف کن میکنه ترامپ، این بحث هم اونچه خیلی جدی است دیگه، یعنی مخالفت هم باید جدی است. ولی همزمان ما میبینیم که اسکادرانای زیادی از ناتو و آمریکا رفتن هولوش هم خلیج فارس دیگه. این که درسته. تو منطقه هستن آرایش جنگی گرفتن. معلومه این که نکنه که نمیشه که، یعنی اگر میگه من ممکنه دخالت بکنم ممکنه دخالت نکنم با وقت آرایش جنگی رو بهش دست نزنه که اعتبار نداره که، یعنی قسمت میخوام بکنمش اعتبار نداره. یعنی و اینم بگم از اونجایی که همه متفق القولن که هیچ نیرویی در ایران نباید پیاده کرد، سر این همه توافق دارن همشون، حتی این میگم که وقتی جنگ جوری پیش بره این شاید جدیدی ایجاد میشه. آره ولی ببین فرق میکنه. من هنوزم روی این نظر خودم ایستادم. اصلا به نظر من نمیتونه یه وضعیتی مثل عراق پیش بیاد به هزار یه دلیل و یکی از دلایلش هم واکنش مردم ایرانه. آیا مردم ایران به خواسته های نتانیاهو پاسخ دادن؟ آیا مردم ایران اجازه بده سعید جان اجازه بده صحبت من قطع نکن، بذار صحبتم تمام شه. اجازه بده. آیا مردم ایران از این فرصت تاریخی که آقای نتانیاهو براشون ایجاد کرده استفاده کردن؟ آیا ما با تظاهرات ضد جمهوری اسلامی روبرو شدیم؟ آیا جو برای یک همچین وضعیتی الان آماده است یا نیست؟ من فکر می‌کنم به هیچ وجه نیست. خوشبختانه نیست و مردم ایران گول این حرفایی که نمیزنن نمیخوان و در جنگ بین دو مرتجع تا مغز استان مرتجع تا مغز استخوان فاشیست. یعنی من یه چیزی رو بگم، ما یه تظاهراتی داشتیم، صحبتایی شد و غیره و این نسل جوانی که الان اومده جای ما رو داره میگیره تو این ادامه دفاع از حقوق مردم ایران و به خصوص حقوق بشر و دموکراسی در ایران، اینا یه سری تظاهراتایی رو دارن میکنن. امروز هم بعد از ظهر ما تظاهرات داریم و یکی از نماینده‌های خیلی خوب این نسل شیرین اردکانی که وکیل مبرزی هم هست در امور پناهندگان و غیره، اینو دعوتش کرده بودن توی تلویزیون و جایی که 5-6 تا پرو اسرائیلی نشسته بودن، خبرنگارا هم اونجا اومده بودن مثل این گورکای گرسنه که بریزن روی کسی که میخواد چیز بکنه و این بانوی دلاور صحبتش رو با این شروع کرد. گفت قبل از این که من وارد بحث بشم بذارید یه چیزی رو بگم. ما اینجا با 2 تا جنایتکار جنگی علیه حقوق بشر روبرو هستیم. برای من نتانیاهو و خامنه‌ای هیچ فرقی ندارن جز در یک مورد. نتانیاهو در دادگاه بین‌المللی لاهه محکوم شده و باید دستگیر بشه، خامنه‌ای رو باید برد محاکمه کرد و اون رو هم باید دستگیر کرد. ما بین این 2 تا انتخاب نمی‌کنیم. این به نظر من روحیه‌ای که در زبان این ایرانی فرانسوی اونم مثل ما بلند شده، به نظر من در میزان وسیع احساسات مردم ایران رو نشون میده و برای همین هم است که رضا پهلوی با این دست و پایی که داره میزنه هرچه بیشتر خودش رو در لجن وطن فروشی و در لجن این رژیم چنجی از بالا داره میبره جلو. در نتیجه من صحبتم تموم کنم، به هیچ وجه
شرایط افکار عمومی نه در آمریکا نه در ایران برای یک همچین مداخله نظامی زمینی به سبک عراق مهیا نیست. این رو ژنرال های آمریکایی میدونن، اسرائیلی‌ها میدونن. اما یک مسئله هم هست، علیرغم تمام ضربات هولناکی که ارتش جمهوری اسلامی ایران خورده و باید گفت خاک تو سرشون با این همه هرت و پورتی که میکنن، من این نمیدونم یادآوری کردم یا نه، ولی یکی از مفسرین چینی که این مسئله رو پوشش میداد خیلی نکته جالبی گفت آدم وقتی هاپ هاپ میکنه نیروی نظامی پشتش هم باید داشته باشه. اول قدرتتو مستقر بکن بعد زر بزن. در موقع چیزی بود که اینجوری گفت که خطاب با این ادبیات که من میگم نبود ولی اینجوری بود واقعا. گفت کسی که شعارهای تند و رادیکال میده قبلش باید نیرویی رو برای دفاع از این نیروی تند و رادیکال فراهم کرده باشه که جمهوری اسلامی معلوم شد که این کارو نکرده که هیچی، تا مغز استخوان هم توسط جاسوسای اسرائیلی در واقع توش نفوذ کردن. یه همچین وضعیتی الان بوده. برجان اصلا اینایی که گفتی یه سری موضع‌گیریه. موضع‌گیری‌ها به کنار، ما داریم ارزیابی میکنیم از اتفاقات احتمالی، داریم درباره اون صحبت میکنیم. درست. اصلا خارج از موضع من چی باشد چی نباشد، چه اتفاقی واقعا ممکنه اتفاق میفته؟ آیا آمریکایی‌ها وارد جنگ به طور رسمی میشن؟ نهایت اون تصمیم 2 هفته‌ای که گفته برای ترامپ، اون 2 هفته هم اصلا زمان نیست، اون همینجوری چیزی میگن این بعد درست بالاخره این تصمیم خواهد گرفت. و همینجا اسرائیلیا اصولا تاکتیکشون بر این استواره که همون اول جنگ تعیین تکلیف بکنن، یعنی چی؟ با قدرت میان، غافلگیرانه میان و بکوبن برن. اگر جنگ فرسایشی بشه اسرائیل ناکام خواهد. همین حالش هم ناکامه. همین می‌خواستم بگم. درست همین نکته رو می‌خواستم بگم. ببین علیرغم تمام نه این مهمه، این نکته که گفتی مهمه، چون من می‌خواستم به این بیان که خود رفتم بیرون. ببین علیرغم تمام ظواهر و برتری که در این لحظه که من تو صحبت میکنیم ارتش اسرائیل نسبت ارتش جمهوری اسلامی داره در کلیت خودش، یک چیزی این وسط داره خودش نشون میده. اسرائیل گیر کرده. اسرائیل متوجه این شده که به تنهایی قادر نیست به اهدافی که برای خودش گذاشته داره میاره. در نتیجه اسرائیل امروز احتیاج به کمک مستقیم آمریکا داره. دیگه دادن مهمات و غیر اینها کافی نیست. اسرائیل گیر کرده. این رو باید با صدای بلند گفت و اینه خطر. چون اسرائیل گیر کرده و چون اونم به قول چینیه زرت و زورت زیاد کرده ولی قدرتشو نداره. آخه تو کجا میتونی رژیم چنج تو ایران بکنی اگه آمریکا به تو کمک نکنه؟ آخه مردی که فاشیست نشستی اونجا برای خودت تو هم زرت و زورت میکنی، مثل اون فاشیستی که رفته توی 6 تا سوراخ موش الان از ایران داره زرت و زورت میکنه. در واقع ما با 2 تا پهلوان پنبه الان طرف هستیم. مرداشون گیر کردن ولی اسرائیل گیر کرده و برای همین هم خطر اتفاقا مداخله آمریکا جدیه. اگه اسرائیل گیر نکرده بود و موفق میشد تأسیسات هسته‌ای ایران رو واقعا بزنه و نابود بکنه، آمریکایی‌ها میگفتن استاپ. بهش رسیدیم بسشون، مسئلهشون رژیم چنج تو ایران نیست. دقت میکنی؟ اسرائیل گیر کرده برای اینکه آمریکایی‌ها رو درگیر بکنه، مسئله رژیم چنج آورده. برای اینکه بربشو رو ببره بالا، مسئله رژیم چنج آورده. نتانیاهو هم موقعی که شروع کرده بود مسئله رژیم چنج نبود. از این زاویه به نظر من 2 طرف الان در وضعیت پات هستند و این خطر مداخله آمریکا رو میبره بالا، نه اینکه بیاره پایین. بله جان، در پایان خیلی کوتاه، مهمترین موضوع لحظه حاضر که خیلی هم خطیره چی است؟ مهمترین مسئله‌ای که امروز هست اینه که ما در خارج از کشور باید شدیدترین تظاهرات و اعتراضات رو در اتحاد با کسانی که برای دفاع از مردم فلسطین به میدان اومدن، با پاسیفیستا، با صلح‌طلبا، بزرگترین تظاهرات اعتراضی رو در خارج از کشور راه بندازیم. دیاسپورا، تبعیدی‌ها، پناهندگان، مقیمای خارج از کشور امروز باید یک جبهه ضد جنگ برای آتشبس فوری، برای دفاع از مردم ایران که در یک جنگ ارتجاعی 2 نیروی فاشیستی قرار گرفتن رو باز بکنن. زمینش فراهم هست
ما باید آستینامون رو بزنیم بالا. در ایران هم همون جوری که تمام شخصیت هایی که دست در کار دارن، من منظورم اون 7 کسانی نیست که اعلامیه دادن و اسرائیل رو محکوم نکردن و رفتن، منظورم شیرین عبادی ها و نرگس محمدی ها و اینها نیست، اونهایی که واقعا در جنبش های اجتماعی ایران دست دارن، دخالت میکنن و مبارزه رو به پیش میبرن. همه اونها، از شرکت واحدی ها و هفت تپه‌ای ها و کمیته های هماهنگی برای کمک به طبقه کارگر و غیره اینها و کانون نویسندگان و کانون فرهنگی معلمان و همه اینها هر دو طرف رو محکوم کرد. هر دو طرف رو محکوم کردن. شعار صلح رو دارن میبرن اونجا، شعار درخواست آتش‌بس رو دارن میبرن. به نظر من اقدامات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی توسط اینها که پیش میرفت و طبیعتا دچار سکته شده، چیزی که خطری که همیشه ما میگفتیم رو، اینها باید سعی کنن که سازماندهی بکنن، اما برای سیاسی کردنش اتفاقا بهترین راه مسئله بردن صلح، مسئله آتش‌بس فوری و مخالفت با جنگ افروزی هایی که جمهوری اسلامی داده با صدای بلند. خوشبختانه اونها دارن این کارو میکنن. گوش نکنید به این کسانی که با جوایزی که از این دموکراسی های غربی گرفتن که میبینید چه نقشی رو دارن بازی میکنن. گوش نکنید به این شیرین عبادی ها، گوش نکنید به این پناهی ها و اصغر فرهادی ها و غیره که برق این جوایزی که بهشون دادن چششون رو کور کرده و در بیانیه هایی که دارن میدن علیه این دخالت نظامی اسرائیل موضع نمیگیرن و یک طرف رو محکوم میکنن. دو طرف رو باید محکوم کرد. در این ماجرا باید دو طرف رو محکوم کرد. البته من بگم که بعد از حملات شدیدی که به جعفر پناهی شد، یه اعلامیه جدید داد و اسرائیل رو محکوم کرد خوشبختانه، ولی نرگس محمدی، ولی شیرین عبادی اینا لالمونک گرفتن و صداشون در نمیاد. از جمله این که در تظاهرات یک پریروز پاریس که در مقابل محل معروف پانتئون شد و همه آدم ها اونجا بودن، حقوق بشر، لیگ حقوق بشر فرانسه، امنستی اینترنشنال، نمایندگان احزاب چپ فرانسه بودن، آقای لاهیجی از طرف حقوق بشر فرانسه هم و ایران و فرانسه هم اونجا بود. ما رنگ شیرین عبادی ها رو ندیدیم، رنگ این آدم هایی رو که اینجا حرکت میکردن ندیدیم و اینها دارن چاکرمنشی خودشون رو به لابی اسرائیل، به لابی پرو آمریکایی دارن نشون میدن و اتفاقا یکی از لحظاتی هست که سره از ناسره در خارج از کشور هم داره سوا میشه. ما داریم میبینیم کیا واقعا از حق زندگی مردم ایران دارن دفاع میکنن، کیا از حقوق بشر به طور واقعی دارن دفاع میکنن و اون کسانی که خریداری شدن واقعا توسط لابی های پرو غرب و لابی های پرو آمریکایی و پرو اسرائیلی. شرم بر این کسانی که بیانیه دادن و تجاوز اسرائیل رو همزمان با ماجراجویی نظامی جمهوری اسلامی محکوم نکردن. شرم بر اونها. به هیچ وجه نباید ما کوتاه بیاییم. خیلی ها به من میگن تو چرا اسم میبری؟ باید اسم برد، باید نشون داد که امروز در یک همچین وضعیت خطیری کی کجا ایستاده. شرم بر شیرین عبادی ها، شرم بر این کسانی که پشت مردم ایران رو در این لحظه دارن تنها میذارن و خودشون رو با پروژه‌های رژیم چنجی قلابی که هیچ شانسی هم از پیروزی نداره هماهنگ دارن میکنن. جلوی اینها باید با صدای بلند ایستاد. تشکر. به روز فرامی و روزت بخیر. تا برنامه دیگه هفته دیگر. حتما. ما امروز بعد از ظهر هم باز تظاهرات داریم در میدان شاتله پاریس. امیدواریم که همه نیروهایی که هستن اونجا بیان و میدونم که احزاب چپ فرانسه، اتحادیه‌های فرانسه همه حمایت خودشون رو اعلام کردن. ما داریم این صف صلح طلبان و طرفداران آتش‌بس رو ایجاد می‌کنیم. درخواستم کردیم از کسانی که در جنبش فلسطین فعال هستند و از غزه دفاع می‌کنن هم بهش بپیوندن. امیدواریم بتونیم این رو جلو ببریم. درود بر شما.